شام بخیر بینندگان عزیز، این برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی چمъباسти هفته است. در استودیو از عبیدالله. چمъباسти هفته را چون هر وقتی دیگر با فراگیری رویدادهای رسمی و برد و باخت دیگر بخش‌های خواجگی خلق مملکت منظور شما می‌گردانیم. ابتدای هفته اسپریشونده در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اشتراک سروزیر، معاونان سروزیر جمهوری تاجیکستان، راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، یاردمچیان پرزیدنت و راهبران یک قطار وزارت و اداره‌های دولتی مشورتی کاری دایر کردند. در کار مشورت مسائل‌ها وابسته به آمادگی به سنه مهم تاریخی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، آید به آمادگی و برگزاری جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای، اینچنین دیگر چاره‌بینی‌های مهم جمهوریوی مورد بررسی قرار داده شد. آید به آمادگی و برگزاری جلسه جشنی شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای، حسابات سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته تدارکات، آید به آمادگی و برگزاری جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای قاهر رسولزاده شنیده شد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان به حکومت کشور سپارش دادند که برای تطبیق عملی نقشه‌های سازندگی و بنیادکاری جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن عمومی ملی استقلال دولتی و در سطح بلند میزبانی برگزار کردن چهاربینی سطح بلند منطقوی 20 سالگی تأسیسیابی سازمان همکاری شانگهای تدبیرهای مشخص عملی کرده شود. با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و تشکیلات و اداره‌های دولتی جهت آمادگی همه‌طرفه با معرکه زمستان گذرانی، ذخیره کافی مواد خوراکواری و سوزشواری، تامین مؤسسه‌های اجتماعی و اهالی با گرمی سپارش داده شد. وزارت معارف و علم و مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور دستور گرفتند که جهت سریع وقت انجام دادن تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تعلیمی و آمادگی انشاءات ساحه به سال نو تحصیلی 2021-2022 چاره‌جویی نمایند. با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سپارش داده شد که جهت پیشگیری از پهن‌شوی بیماری سیرویتی کووید 19 واکسینه گذرانی پوره اهالی را تامین نموده در بین مردم کارهای فهماندهی را برای رعایت قاعده‌های بهداشتی و سانیتری پرزور نمایند. سپارش‌های دیگر به وزارت اداره‌های داخلدار وابسته به برقرار کردن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، رسانیدن کمک‌های مادی به ضرردیدگان، تامین نقشه کشت تکراری و جمع‌آوری بی‌تلف حاصل داده شد. با توفیل در سطح بلند عمومی ملی تجلیل کردن سالگرد 30 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، دوردستترین گوشه‌های وطن محبوب آباد و زیبا می‌گردند. توجه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران و ساکنان باعث گردیده است که اکثریت مشکلات اهالی برطرف کرده شود. در دایره اقدام‌های سازنده، راه‌های محلی جماعت دهات وروخ شهری اسفره منفرش کرده شدند. تفصیلات در این خصوص. در پیروی از عملهای سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره نقشه چهاربینی‌های جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مردم سازنده آبادکار شهر و دهاتی اسفره به وسعت کارهای آبادانی و سازندگی کمر همت بستند. در این روند ساکنان جماعت دهاتی واروخ نیز با پیشواز جشن تاریخی در کارهای آبادانی و سازندگی سهم ارزنده گذاشته با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و جلب صاحبکاران برای آبادانی محل جهد و تلاش کرده ایستادند. از جمله با تشبث و اقدامات سازنده مردم، سهمگذاری صاحبکاران وطندوست و سخاوت پیشه و سعی و کوشش و سهم ساکنان آبادکاری دهه، واروخ، تعمیر و از نوسازی و منفرش کردن راه‌های داخلی محلی زیست با مرام ادامه دارد. باعث قناعتمندی است که صاحبکاران احسانکار و مردم آبادگری واروخ جواباً به غمخواری‌های روزافزون راهبریت دولت و حکومت کارهای سازندگی و آبادانی را در مؤسسه‌های معارف و تندرستی و هم تعمیر و آبادانی راه‌های داخلی محلی اهلانه دست جمعانه وسعت می‌بخشند. در جماعت دهاتی واروخ زیاده از 48 انشاءات منفرش کنی تعمیر از نوسازی به نقشه گرفته شدگی بود و امروز 45 تای آن الکی اجرا گردیدند. امروزها در تمام محله های جماعت دهاتی واروخ تعمیر و از نوسازی راه‌ها ادامه دارد. در محله تیدان جماعت از طرف اهل محل
و صاحبکار شریبوف اکرامدین و فرزندانشان کوچه های نبی جان پولادوف نعمت خوجه مکرموف 1.5 کیلومتر منفرش کرده شده ایستادند. ساکنان محله تیدانی جماعتی دهات نیز این اقدام نیک و کار خیر و مهم را ادامه بخشیده کارهای تعمیر و منفرش کنی 1.5 کیلومتر راه محله را با سهم صاحبکاران و جوانان ادامه داده ایستادند. اینچنین در تمام محله های جماعت ها برای آب ساخته ایستادند. برای همین زیاده از 1000 نفر آدمی که از این حوزه محله آب نوشابه میخورند همین را ساخته ایستاده به استفاده داشتیم. مردم آبی تازه نوشان و اینچنینش زیاده از 270 کوب می باشد. اقدام کردیم که برای همین سالهای آبی نوشابه آبی تازه همین را استفاده دهیم. در کارهای منفرش کنی تکنیک و تجهیزات و کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگردی شهری کانی بادام جلب گردیده آنها نیت دارند بهر صفتاً اجرا نمودن کارها مساعدت نمایند. در عرفه جشن بزرگ ملی مردم شریف اسوره با وسعت کارهای آبادانی در هر یک محل اهالی نشین شهرک و دهات و کارخانه و مؤسسه ها جهد دارند که این شهر باستانی باز هم رشد و ترقی یابد و زیبا و آراسته گردد. تصمیمی به طور گسترده تجلیل کردن جشن مهم عمومی ملی 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تقویت احساس وطندوستی و میهن‌پرستی ساکنان مساعدتی فعال میکند. شرح خاصیت خدایاربک زاده از ولایت مختار کوهستان بدخشان در همین موضوع آماده شده است. توجه کنید. استقلالیت جمهوری تاجیکستان یکی از جشن‌های ارجمند و مقدس ملت میباشد که در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان صحیفه جدید و شکوفا به شمار میرود. تمام پیشرفت و نمو و انکشاف جامعه از این مفهوم سرمنشأ گیرنده هستند. امروزها خرد و بزرگ وطن من جمله شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان بر آن سعی و تلاش دارند که با زحمت‌های ارزنده و عرق پاک جبین از آن استقبال نمایند و تراوت این سرزمین زمین اجدادی را دوچند و سه چند بیش از پیش نمایند. یکی از سابقه‌داران مهنت محمد نسیم گوارف بر آن عقیده است که ما باید تمام مهمیت این تنتنه ارجمند را به نسل جوان طرزی دسترس نماییم که نسل آینده ساز مهمیت آن و سهم خویش را در آن به خوبی درک نماید. حس بلند مسئولیت در نزد تاریخ ملت تاجیک هر کی ما رو وادار می‌سازد که استقلال و آزادی دولتمان یعنی مقدسترین و بزرگترین نعمت زندگیمان را با تمام هستی حفظ کنیم. هوشیار و زیرک باشیم، در غفلت نمانیم، زحمت کشیم و قرض فرزندی خود را در نزد وطن عزیزمان به جای بیاریم. ما وظیفه داریم که با نورسان و جوانان نسل آینده‌ساز خلقمان حس بلند ملی، افتخار وطنداری، محبت به وطن و صداقت به دولت را بیاموزیم و تحکیم و تقویت ببخشیم. ما ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بر اعلی حس میکنیم که مرکز ولایت و نواحی آن در 30 سال دوران صاحب استقلالی کشور قبای نو و جالب را به بر نموده است. باید گفت که مرحله به مرحله در عمل تطبیق گردیدن 4 هدف استراتژی مملکت محض از استقلالیت وطن آب میخورد و همه دستاوردهای 30 سال آخر در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز از این نعمت بی‌مثل و بی‌مانند سرمنشأ میگیرند. در حوزه طلایی مملکت اعلان گردیدن ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز شرافت استقلالیت کامل وطن میباشد. با مقصد تامین نمودن رشد و ترقیات ولایت پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان عصر 21 را عصر رشد بدخشان و بدخشان را در حوزه طلایی تاجیکستان اعلان نموده است. با همین مقصد صدا نقشه و برنامه‌های سازنده عملی گردیده ایستادند. برای تامین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوران صاحب استقلالی از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری زیاده از 18 میلیارد سومانی روانه گردیده است. باید گفت که در طول 30 سال اخیر ده‌ها برنامه‌های حکومتی و اینچنین برنامه‌های طبق همکاری دولت با بخش خصوصی در شهر و نواحی ولایت مورد عمل قرار گرفتند که بهر پیشرفت این منطقه دوردست وطن و آینده نیک نسل‌های ما روانه گردیدند.
در زمان صاحب استقلالی در حدود ولایت 31 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از 3 میلیارد سومانی به انجام رسیده. حالا تطبیق 11 لایحه دیگر به مبلغ عمومی 3 میلیارد و 300 میلیون سومانی ادامه دارد. تجلیل سیمین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان نه تنها پیشرفت نسل امروزه بلکه آن افتخار آیندگان از این روزهای آغاز مرحله نوین تاریخ دولتداری تاجیکان می باشد. آن بهترین نعمت ارجمندترین تنتنه در حیات امروزیان محسوب می یابد و باعث تفاخر از ادراک و زحمت و نصرت ملت تاجیک می باشد. با نظر داشت مهمیت استراتژی تامین امنیت غذایی در جمهوری تاجیکستان و بابت اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت عالی سیاسی مملکت، خواجگیداران ناحیه نورآباد در موسم جاری مزرعه کشت کارتوشکا را افزون ساختند. برزگران محلی که تجربه خوبی پرورش نان دوم را دارند، سعی می‌کنند که تدبیرهای موسمی صحرایی را سریع وقت و خوش صفت به انجام رسانند. گزارش در این باره. کارتوشکا پرورش شغل اساسی کشاورزان ناحیه نورآباد بوده. این روزها کشاورزان بهر نشونامای آن در میدان‌های کشت ناحیه اهلانه زحمت می‌کشند. در خواجگاه کشاورزی ناحیه در سال روان در میدان 4137 گکتار کشت زراعت‌های بهاری گذرانده شده است. از جمله محصولات غله‌دانگی در میدان 1342 گکتار، زراعت‌های تکنیکی 128 گکتار، کارتوشکا 657 گکتار، سبزیجات 248 گکتار و در میدان 1761 گکتار زراعت‌های خوراک چروا کشت نمودند. حجم عمومی محصولات کشاورزی در نیم ساله اول سال جاری در همه شکل‌های خواجگیداری 59 میلیون 670 هزار سومانی را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 102.7% که این با مبلغ 1 میلیون 487 هزار سومانی زیاد می باشد. نشونامای کارتوشکا در موضع دشت پندوچی خیلی خوب به نظر می رسد. این زمین ها طریق نصاف آبیاری می شوند و این روز دهقانان حدود جماعت مخصوص موضع دشت پندوچی در مرحله آبی چهارم قرار دارند که نشونامای کارتوشکا خیلی خوب به نظر می رسد. ما امید داریم که دهقانان از این کشت کردهشون حاصل دلخواه به دست میارند. ساکنان جماعت دهات عزت‌الله حلیموف امسال با مقصد زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا کانال زمانک که سالهای زیاد کارناشیان گردیده بود با استفاده از تکنیک و قوای دستی کانال را برقرار نمودند که 27 گکتار طریق این کانال آبیاری می شوند. این شب روز در میدان‌های کشت خواجگیداران ناحیه نورآباد دستورهای حکومت جمهوری را بابت ثمراناک استفاده نمودن هر یک وجب زمین عمیقاً درک نموده بهر پرورش محصولات کشت نموده خویش با استفاده از نوری‌های مینرالی و رعایت اصول‌های آگروتکنیکی معاصر مهنت ثمراناک نموده ایستادند. عین حال در خواجگی‌های مملکت جمع‌آوری حاصل یکم کشاورزی ادامه دارد. در ناحیه شهر نو نیز همین حال دهقانان حاصل یکم را جمع‌آوری و در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری زراعت‌های گوناگون را به انجام می‌رسانند. از جریان کارهای صحرایی در این ناحیه همکاران ما گزارش می‌دهند. افزایش میدان کشتی سبزیجات و پالوزی‌ها و پرورش آنها برای فراوانی بازار کشور و غنی‌گردانی بودجه خواجگی‌های خرد و میانه جمهوری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این است که دهقانان خواجگی‌های خرد و میانه ناحیه شهر نو سال تا سال میدان کشتی سبزیجات و پالوزی‌ها و دیگر نمود زراعت‌های بروقتی را موافق طلبات بازار داخلی و بیرونی زیاد نموده فایده خوب به دست می‌آورند. پرورش نوهای گوناگون قلفینه، پمیدور و بادرینگ و سرپیاز و گلکلم را عین حال میتوان در میدان‌های کشاد خواجگی‌های دهقانی مشاهده نمود. دهقانان ابراز می‌دانند که از کشت و پرورش پالوزی و سبزیجات به خصوص پمیدور و بادرینگ درآمد خوب به دست می‌آورند. 2014 زمین گرفتیم. ما 6 سال شد همین زمین استفاده می‌بریم. هر سال 4 گکتار پخته می‌کنیم. مرحمت فخته 40% هر سال حاصل می‌گیریم. نگاه می‌کنیم، مهنت می‌کنیم. یکم حاصل گندم می‌کنیم، دومش با بادرینگ می‌کنیم. ما همین پمیدور هر روز 2 تا 3 تا روی می‌کنیم بازار با. خدا یکم بیشتر شال داریم. این دوم حاصل. یکم گندم کردیم 50 سنتری گرفتیم یک گکتارش. بعد دومش ما شال کردیم. همین زمین گرفتیم. زمین آدم‌ها می‌باخت. ما 30-40-50 کس خداش هم زمین رو زندگانش می‌بیند. همجا کار می‌کند. هر روز زندگانش 40 سامان 50 سامان روز به میتیم. زمین انسان مهنت نکند نمیشود. برای ایوای مهنت حاصل میشد. طور گپ ده. ما قرار 6-7 سال شد همین زمین یگان متر جای زمین خالی نداریم. مرحمت هم 2-3 حاصل 3 حاصل میگیریم استفاده میبریم.
дар маҷмӯъ дар мавсими имсолаи кишти баҳорӣ то имрӯз дар ҳояи шаҳринав парвариши сабзавоту полезиҳо дар майдонҳои кушод хуб ба роҳ монда шудааст ва кишти ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам идома дорад. дар тобеи ҷамоати шаҳраки бану мирзо турсунзода манами хоҷагӣ деҳқонӣ маъмурҷон ки масоҳати қитъаи заминаш 10 гектарро ташкил медиҳад. аз он помидор, бодаринг, манами тарбуз, шоли, пахта киш карда истодаанд. машғулияти асосии мардуми ҳояи шаҳри нав ин кишоварзӣ буда бо назардошти имкониятҳо сокинон кӯшиш менамоянд ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд. бо ин мақсад ҳар ваҷаб замини ҳосилхез аз ҷониби деҳқонони заҳматпешаи ин минтақа самаранок истифода бурда мешавад. тамин кардани хоҷагиҳои деҳқониву ҷамоавӣ бо техникаву мошинолоти соҳавии замонавӣ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки дар доираи ислоҳоти густурдаи бахши кишоварзии мамлакат сурат мегирад. зимнан бо дастгирии роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон ва дар чаҳорчӯбаи як тарҳ ба деҳқонони водии рашт теъдоди муайяни техникаҳои кишоварзӣ дастрас карда шуд. гузориш дар ин бора. дар дораи иҷрои дастури супориши асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами эмомалӣ раҳмон бобати бо техника ва мошину олотҳои кишоварзӣ таъмин намудани аҳолии деҳот ва бо назардошти эҳтиёҷоти ҷамъиятҳои чарогоҳ истифодабарандагон муассисаи давлатӣ маркази идораи лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди байналмилалӣ рушди кишоварзӣ ба ҷамъиятҳои чарогоҳ истифодабарандагони деҳоти ноҳияҳои рашт ва тоҷикобод то имрӯз 23 адад тракторҳои гуногун тамға дастрас гардидааст. дар маркази ноҳияи рашт супоридани техника ва мошину олотҳои кишоварзӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намоядагони муассисаи давлатӣ маркази идораи лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чарогоҳ иштирок намуда оиди аҳамияти татбиқи ин лоиҳа баромад намуданд. қайд карда шуд ки дар ноҳияҳои наздикои минтақаи рашт солҳои охир оиди таъминот бо техникаҳои кишоварзӣ мушкилотҳо бисёр буд. бо дастрас кардани техникаҳои нави кишоварзӣ ин мушкилотҳо аз байн мераванд. дар дораи лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ ва мақомотҳои фаъолияти ҷамъиятӣ 23 адад тракторҳои гуногун тамға, 9 адад борбардори фронталӣ, 1 адад комбайни ғалладаравӣ ва 127 адад мошинолотҳои кишоварзӣ ва таҷҳизотҳои гуногун ба деҳқонон дастрас гардонда шуд. мақсади асосии таъмини техника ин барои сари вақт кишти кор намудан, сари ҷамъоварии ҳосил ва инчунин коркарди байни қаторҳои зироатҳо дар ки айни замон мавриди истифодаи онҳо мебошад. ин бениҳоят барои деҳқонон шароити муҳайё карда истодааст ки онҳо коркарди байни қаторҳо ва дигар корҳои ҷамъоварии ҳосилро сари вақт гузаронда ба худ як манфиати калон ба даст биёранд. сипас меҳмонон аз хоҷагии деҳқонӣ бахт дидан намуданд. дар доираи татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтар намудани ҳолати заминҳо, сари вақт ва хушсифат омода намудани заминҳои кишаванда, коркарди байни қаторҳои зироатҳои кишоварзӣ, ҷонвари хӯроки чорво ва ҷонвари ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар асоси дархост ва зерлоиҳаҳо аз тарафи мақомотҳои худфаъолияти ҷамъиятӣ техникаҳои кишоварзӣ ба деҳқонон дастрас гардиданд. аз ҷумла хоҷагии деҳқонӣ бахти мо соли 1998 ташкил шуда дар майдони 5/6 ки аз он 1/6 гектараш боғҳои нав буд ҳамун солҳо ва дар ин заминҳое ки мо ҳастем инҷо заминҳои беобе ки ягон пойгоҳи обкашӣ ва об надошт ба ғайр аз ғалладонагиҳо дигар чӣ киш карда намешуд. хушбахтона мо дар соли 2000 пойгоҳи обкаширо ба кор даровардем ва ба хотири он ки боз деҳа қитъаҳои замини назди ҳавлагӣ ва дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва мактаби деҳа беоб намонад, ин пойгоҳ 20 гектар заминро обёрӣ мекард то имрӯз ва мо тавонистем ки солҳои охир ҳосилнокии ғалладона бахсус гандумро агар соли гузашта гӯем 52 сентнер аз гектараш ва майдони боғро 240 сентнер аз 1 гектар себу нов гирифтем ва имрӯз бо боварӣ гуфта метавонем ки ҳосил фаровон аст ва мо метавонем ки имрӯз пага аз нокҳои гарма сар карда ғаларо аллакай мо куфтем ва зиёда аз 54 сентнер аз 1 гектараш ҳосил гирифтем ва метавонем ки ҳосилнокии боғро аз ҳисоби себу нок ба 250 сентнер расонем ва дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми худро гузорем. дархосту зориҳои пешниҳодкардаи худи аҳолии ҳамин деҳот
دیگر زلی‌ها پیشنهاد شدن که در دوام همین ماه‌های نزدیک اونها هم لایحه‌کشی تاریخی گردیده و موافقه با فوند بین‌المللی برای کشاورزی در این منطقه‌ها عملی کرده می‌شود که این باری با آب نوشابه تامین کردن خود اهالی دهات و برای ثمرانok استفاده بردن زمین‌های آبی با دهقانان یاری می‌رساند. تطبیق لایحه دولتی سرمایه‌گذاری برای عملی کردن برنامه‌های سوخوی از جمله رشد کشاورزی، چارواداری و باغداری زمینه با اعتماد می‌گذارد. رشد ساحه کشاورزی از مقصدناک استفاده کردن نعمت‌های طبیعی وابستگی عمیق دارد. در شهر کانیبادام ولایت سوخت که از منطقه‌های اگرصنعتی ولایت به شمار می‌رود، خواجگیداران جهت ثمراناک ساختن سمت‌های علاهیده کشاورزی از جمله چارواداری و سبزوادکاری و پختکاری تدبیرهای عملی را راه‌اندازی کردند. خبرنگاران ما تجربه بارزگران منطقه را در گزارش خود پیگیری نمودند. با مقصد رشد ساحه چارواداری و خوشدادکنی مال کلان شاخدار طبق اطلاع مسئولین ریاستی کشاورزی شهر کانیبادام عین زمان در حدود شهر و جماعت‌های دهات 41263 سر مال کلان شاخدار از آن جمله 20800 سر ماده گاو پرورش کرده شده. استحصال شیر از جانب خواجگی‌های جمعیتی و کشاورزی 665 تانه و در 6 ماه سال جاری 37 تانه گوشت استحصال گردیده است. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود چارواداری به نام انجام بایمت و باشد زیاده از 200 سر مال کلان شاخداری سیاح‌های تیپ تاجیکی پرورش نگاهبین کرده شده. این نشانداد نسبت سال گذشته 10% زیاد می باشد. چارواداران خواجگی نقشه دارند که در آینده نزدیک با راه باردارکنی صنعی ذات‌های خوش‌صفت را دسترس خواجگی‌های جمعیتی نیز گردانند. از سال 2014 اینجانب فعالیت میکنیم. فرم ما فرم شیری مولی زاغ‌پروری می باشد. حالا در گرد و اطراف ما فرم‌های یاری رسان موجود است که جمع 220 سر مال کلان شاخدار موجود می باشد. ما موافق سپارش پیشوای معظم ملت تمام سعی و کوشش‌های خود را به آن روانه کردیم که عاید امنیت خوراکواری برای آباد گرداندن دسترخوان مردم باز هم سعی و کوشش کردیم. مساحت عمومی زمین‌های جمعیت سهامی شکل کشاد انجام بایمت و شهر کانیبادام 724 گکتار را در بر گرفته. تا امروز در میدان زیاده از 100 گکتار کشتی تکراری زراعت‌ها گذرانده شده است. از آن جمله در میدان 21 از 5 گکتار ماش، 2 گکتار سبزوات، 10 گکتار شاله، 2 گکتار پولیزی و 70 گکتار خوراک چاروا کشت شده است. قانون جمعیت سهامی انجام بایمت و در سال 2020 زیاده از 105 گکتار کشتی غله ترماهی گذرانده شده است که امروز وقتی آن رسیده است که به جای غله‌های گرفته شده درو کرده شده کشتی تکراری گذرانیم. تا امروز ما 80% نقشه کشتی تکراری را اجرا کردیم. به زمین‌های درو کرده شده زراعت‌های لوبیاگی زیاده از 20 گکتار، سبزوات، جوار مکه برای دام و هم زراعت‌های پولیزی و هم خوراکی چاروا، جوار مکه برای سیلاس گذرانده ایستادیم. کشاورزان شهر کانیبادام از 1995 گکتار نقشه کشتی تکراری زراعت‌ها نزدیک 50% آن را اجرا نموده. تا امروز در میدان نزدیک 200 گکتار غله و لوبیاگی‌ها، بیش از 40 گکتار سبزوات، زیاده از 500 گکتار خوراک چاروا و پولیزی‌ها را کشت کرده عزم دارند که در غنی گرداندن دسترخوان اهالی سهمی باسزا گذارند. مؤسسه‌های دولتی خواجگی جنگل شهر و نویه‌ها در نگهداری موازنت اکولوژی و حفظ و نگهداشت حیوانات و نباتات سهم ارزنده می‌گذارند. در برابر این از روی نقشه گل و گیاه‌های شفابخش و میوه‌گی‌ها را از موضع‌های به آنها وابسته شده جمع‌آوری می‌نمایند. از فعالیت کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شورآباد در ناحیه شمس‌الدین شاهین همکاران ما گزارش آماده ساخته‌اند. майдони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шӯробод дар ноҳияи шамсиддини шоҳин 12381 гектарро ташкил медиҳад ва дар он паррандагону ҳайвоноти нодир нигоҳубин карда мешаванд. ин мавзеъ табиати хеле зебо дошта дарахтони ороишию сояафкан ва мевадиҳандаи он бо гулу гиёҳҳояш мувозинати экологиро нигоҳ медоранд. ҳамасола тибқи нақша майдони ҷангалзор барқарор ва аз нав бунёд карда мешавад. ба ин хотир дар назди муассиса ниҳолхона ташкил карда шудааст ки дар он беш аз 10,000 ниҳол парвариш меёбад. дар соли 2021 аз тарафи агентии хоҷагӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мо нақшабандӣ шудагӣ буд 8 гектар бунёди боғҳои нав. аз амин мо 9 гектарро иҷро кардем. 3460 бех ниҳолҳои мевадиҳанда шуда шуд
در برخورداری باشد. 10125 بیخ درختان میوه‌دهنده شد. برای بنیاد برقرار کردن ما اساساً در نیولخانه همین نزد خوجگیمون نیولخانه خرد با میدان 0332 گه زمین تشکیل کردگیم. همین در همین در حوزه حال 4170 بیخ نیولهای ارخیله آرایشی و سوزان برگ و درخت‌های میوه دهنده و پرورش کرده می شود. برای پیشگیری از بریش درختان و شکار غیرقانونی 14 نفر ناظران فعالیت میکنند و خوشبختانه سالهای اخیر در نتیجه کارهای فهماندهی در بین اهالی و نظارت پیوسته این عملها کم به نظر میرسند. در نیم ساله 2021 تا حاضر بریش از هر گونه بریش غیرقانونی شکار غیرقانونی خودسرانه استفاده بردن گیاه شفابخش 4 عدد سندهای غیرقانونی 5 عدد پروتکل ماموری که با بودجه دولت وارد میشوند چی کردیم جریمه بندی کردیم و در آینده مقصد داریم که همین هر گونه قانون شکنی ها کمتر در نظر برسه. ان نسبت سالهای پیشتر تا حاضر با کمتر است. با خیلی در آینده با نیت داریم که همین قانون شکنی ها را کمتر را دهیم. عین زمان موسم جمع‌آوری گیاه‌های طبیعی میباشد و کارمندان خوجگی جنگل کوشش دارند در مهلت معین گردیده گیاه‌های شفابخش را جمع‌آوری نمایند. در این کار ساکنان محلی و آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی کمک می‌رسانند. ما هر سال با خوجگی جنگل همکاری نموده و در جمع‌آوری گل و گیاه‌های شفابخش که در دهه ما میرویند یک جای با همراهی خوانندگان اشتراک کرده در جمع‌آوری همین گل و گیاها کمک میرسانیم و همین گل و گیاها رو در مکتب همچون عیانیت همچون گیاهای شفابخش استفاده میکنیم و خوانندگان میفهمونیم طرز خشکاندن آنها رو طرز همچون دارواری استفاده بردن آنها رو در درس ها میفهمونیم. امسال برای وسیع نمودن میدان خوشزار در نیولخانه بیش از 3000 قلمچه خوچی بخور شینانیده پرورش کرده ایستادند. اینچنین همه قطعه‌های زمین نیولخانه ثمرناک استفاده برده می شود. بعد ساختمان انشاءات نو جوابگو به طلبات طبی و بازار استعمالی خشکانیدن میوه و گل و گیاهای شفابخش را به راه ماندند. مسئله تامینات آب نوشاکی از جانب رهبریت خوجگی حل خویش را پیدا کرده است. طبق دستور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان که با عاید به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌ها عاید آبادی و سازندگی رفته ایستاده است. ما کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل تصمیم گرفتیم که از مسافه 3 کیلومتر را آب نوشاکی کشیده خوجگی را با آب نوشاکی تامین نمودیم. با زمین نگاه نکرده در نزد اداره ما یک کارگاه سیخ خرد میوه خشکونی ساخته با استفاده دادیم. با گفته کارمندان مؤسسه تا یک ماه دیگر جمع‌آوری گیاها ادامه می‌یابد و تا آخر تیر ماه باشد به ذخیره میوه و خشکانیدن آن مشغول می‌گردند. با دستور سپارش و دستگیری اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای زیاد نمودن سرشمار آهو 1154 گکتار زمین چراگاه علاوه شده از روی نقشه سرشمار آهوی خالدار در مملکت باز هم زیاد کرده می شود. در همین زمینه در کارخانه دولتی خوجگی جنگل قراتاق شهر ترزونزاده فرمای آهو پروری تأسیس یافته امروز در این موضع زیاده از 200 سر آهوی خالدار پرورش می یابد. از فعالیت خوجگی جنگل قراتاق شهر ترزونزاده همکارانمان صاحب نور عبدالرسولов و خورشید حلیمov گزارش می دهند. آهوان زیبا و نادر امسال در فرمه مالی خوجگی جنگل قراتاق شهر ترسونزاده صف خود را زیاد کردند. مسئولان این اداره میگویند که تا به امروز شماره آهو از 200 سر زیاد بوده و آنها تلاش خواهند کرد که پرورش این جانورها را در اینجا خوب به راه مانند. سال 2018 با ما از فدراسیون اسیا باز 10 سر آهوی نرینه آوردند که علاقه نتیجه شد. در سال 2019 ما دیدیم افزایش آهو خیلی زیاد شدن که 40 سر آهو باره گرفتیم که نسبت سالهای زیاد گذشته 63% زیاد نسل گرفتیم. آهوی خالدار اصلا برای بایگری طبیعت برای گرفتن از این
شاخی آهو که پنتکرین استحصال میکنن و دیگر جمهوری ها میفرستن برای تیار نمودن داروری. اینا برای همین نگاهبینی میکنیم. از خواجگی جنگل قراتاق شهر ترسونزاده معلومات دادند که در اینجا نه تنها آهو بلکه دیگر جانورها نیز پرورش می‌یابند که از حال امروز برای نگهداری آنها در روزهای سردی زمستان غذای ضروری آماده شده است. سالهای خیلی شد آهو رو نگاه میکنیم. من وقتی نسل گیری نصیب باشد بود ذخیره یا چیز زمستان برای در انبارها خاشاک خوراک ذخیره میکنیم. فصل زمستان هم همیشه تامین میکنیم. مسئولین برای صحت و سلامت برآوردن آهو و دیگر جانوران در همه فصل سال به طور کافی خوراک ذخیره نموده نیت دارند که آینده شماره جانورهای کوهی را در منطقه زیاد نمایند. در گذشته نچندان دور هنر کلالگری میان ملت تاجیک همچون کسبی پرافتخار رایج بود و بعداً در نتیجه تحول و تشکل به صنعتی الهیده تبدیل یافت. امروز هم کم نیستند نفرانی که به این صنعتی پرافتخار شغل ورزیده در احیای این هنری اجدادی و با پس آمدن میراث ماندن آن سهمی بارز میگذارند. گزارش همکارانمان خورشیدی عبدالعلیم و موسی نور محمد از ناحیه شهر توصیف ولایت ختلان در این موضوع آماده شده است. 28 سال می شود که ساکن جماعت دهاتی آبشاران ناحیه شهر توس عبدالله баротов به کسب کلالگری مشغول بوده. از این حساب هم روزگارش را پیش میبرد و هم در رشد و رونق فرهنگ نیاگان حصه گذاری میکند. طور او میگوید کسب کلالگری در عائله آنها اولادی است و در این برابر شوق و رغبت زیاد داشتنش به این صنعت او را موفق گردانیده است. از سال 93 اینجوری ما کارم کلالگری کسبی بابوگی زندگی ما پشت همین کاری هنرم البته این همین کلالگری رو میکنم هم زندگیم رفته ایستاده چخیلی که همین مطربا و رباب و دیگه چرا خلاص میکنن این کلالگری هم خیلی این هم صنعتی کلالگری هم صنعت داخل میشه اینا که چی نکنی ذوق نکنی ساخته نمیتونی. امروزها مصنوعات کلالی اکای عبدالله منزل و کاشانه و حجره‌های کاری دوستداران پیشرش را زینت میبخشند، اما آماده کردن چنین ارمغان‌ها زحمت زیاد را تقاضا میکند. از بس که این هنرمند اصیل دانشکده تکنیکی را ختم نموده است، برای ساختن چنین مصنوعات کلالی از آهنپاره‌ها دستگاه عجیبی را اختراع کرده است که به وسیله آن خاک را سفته کرده بعداً از آن خمیره آماده میکند. اشور خممان همین راه ختم میگیرم لوی سرخی که تندوری ترکمانیان همتری میکنن همون توغری میکنن یکون گرام ریگ اختیاری چون نداره توزه خوک تبلق میکنم گلدان خب برای خودپزی چی کوزای مایده خوراکا میپزن. اما که عبدالله پیش از آن که لای آماده گردیده را در بالای چرخ گذارد اول آن را خوب مالش داده بعدا برای آماده کردن پشت دستگاه استحصالیش میشیند. به گفته او آماده ساختن ظرفهای گلدان 5-7 دقیقه را در بر میگیرد، اما برای ساختن اسبابهای موسیقی وقت زیاد لازم میآید. همین دشوارترینش همین تبلکایی که دو کار داره، قسمی پایینی قسمی بالاییش. اول قسمی پایینیش میکنم بعد قسمی بالاییش ساختن کن کم ترک خوش کردن کن که سخت‌تر شود. بعد بالاییش که موندی فرو نمیره. بعد یک جای میکنم همش چرخ میگذارم همش چرخی کلالگری دا میکنم ایتا چه قالب ندارم. این هنرمند میگوید آفریدن چنین محصولات خاص فصل تابستان است و برای خوب و دلربا گشتنش بیدارخوابی ها باید کشید. موسمی است. مای بعد از باران‌ها ایول август تا 20 ماه بعد پختن در کار تندوردا تازه کردن در کار ایرا همش ساعت 12 روز سر میکنم تا 5 سحر میشینی پیشتا هیزم میمونی میبینم که همین رستگی شدگی بلوک هم دیدم و شما اونجا آموختش دیگر میبینم میفهمم. مصنوعات آماده کرده امکی عبدالله در تمام گوشه و کنار جمهوری و حتی خارج از کشور نیز معرفگری فرهنگ خلق تاجیک گردیده است.
барои саҳмгузорӣ дар рушди ин санъат борҳо аз ҷониби давлату ҳукумат бо ифтихорномаву сипосномаҳо ва мукофотҳои моливу пулӣ қадршиносӣ шудааст. аз ноҳияҳои дурдасттарин меҳмонон мебиёянд барои харидорӣ намудани армуғонҳои ҳунарманди машҳури мо барот Абдулло. ҳама вақт меҳмонҳо ҳастанд, харидорҳо мебиёянд, бо онҳо шинос мешавем. онҳо ҳам фахр мекунанд ки дар ноҳияи Шартуз ҳамин хел кулолгар ҳаст. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бозори Акаи Абдулло гарм ва сафи шогирдонаш ба маротиб афзуд. кулолгарӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик буда, на ҳар як нафар метавонад аз удаи он ба хубӣ барояд, зеро ин касбест ки ҳунарманд аз хок зар месозад. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба поёни барномаи навбатии иттилооти таҳлилии ҷамъбасти ҳафта. Дар ҳафтаи пешомад ба шумо иқбол ва муваффақиятҳои нав ба нав таманно дорем. хуш бошед ва то дидор.